سلام عرض میکنم خدمت همگی. حمید علیزاده هستم، اکسپرت و مدرس زبان انگلیسی. به چنل English with Brothers خوش اومدید. این جلسه هم در خدمت شما با تدریس درس شماره 3 کتاب Oxford Word Skills Unit 3. خب قبل از اینکه شروع کنیم من یه توضیح کلی بدم. اینکه این درس راجع به یادگیری یه سری دستورالعمل راجع به سوالاست. یعنی اگر امتحانی، تستی، چیزی می‌خوایم بدیم با کلماتش آشنا باشیم و بتونیم متوجهش بشیم. تاپیک درس رو بخونیم. Using this book یعنی نحوه استفاده از این کتاب. Use به معنی استفاده کردن، this به معنی این هستش و book هم که معنیش مشخصه، به معنی کتاب. خب نکته‌ای که هست اینجا فقط راجع به تلفظ book هستش. بچه‌ها book نداریم، book. جمله بعدی Learn these words, you need to understand them to do the exercises. Learn یعنی یاد گرفتن، these یعنی اینها، جمع کلمه these هستش که بالا خوندیم. Learn these words یعنی این کلمات رو یاد بگیرید. You need to understand them یعنی you need یعنی نیاز دارید که متوجهشون بشید، بفهمیدشون که بتونید تمرینات رو انجام بدید. پس Learn these words, you need to understand them to do the exercises. بریم سراغ جدول. لغات رو بخونیم. من یه خورده فایل رو بیارم پایین تر که بهتر ببینیم. لغت شماره 1 تیک. بچه تیک معنیش همون تیک زدنه که به معنی yes و correct هستش. به تلفظش دقت کنید. correct یعنی درست یا صحیح. حالا این تیکی که میزنیم به معنی آره، بله یا درست و صحیح هستش. منتها توی انگلیسی آمریکایی، توی امریکن بیشتر از کلمه چک استفاده میشه. لغت بعدی underline یعنی زیر یک کلمه خط کشیدن. لغت بعدی cross out به معنی روی یه چیزی یا روی کلمه خط کشیدن یا کلاً خط زدن و به اصطلاح حذف کردنشه. لغت بعدی circle این کلمه circle خیلی براتون آشنا هستش، منتها شما ناون فرمش رو قبلا به احتمال زیاد دیدید که به معنی دایره هستش، ولی اینجا فعل هستش بچه‌ها که به معنی دور یه چیزی یا دور یه کلمه دایره کشیدن هستش، به صورت کلی یعنی دایره کشیدن. لغت بعدی complete بچه‌ها complete یا complete نداریم، complete به معنی کامل کردن هستش. For example, I like ice cream. مثالی که خیلی بهش برخوردیم اینه که complete the sentences. جملات رو کامل کنید. حالا با کلمه مناسب. اینجا کلمه‌ای که مناسب بوده like بوده. کل این جمله به معنی این هستش که من بستنی دوست دارم. دو تا لغت بعدی. تلفظشون به این شکله که دو تا کلمه متضاد رو داریم که معنیشون مخالف هم هستش. اولیش correct و دومی هم wrong. دقت کنید این جی انتهاش خیلی تلفظ نمیشه یا به عبارتی یه اشاره کوچیک داریم بهش. correct wrong. For example برای مثال 2 plus 2 equals 4 is correct also right. 2 به اضافه 2 مساوی 4 میشه که درسته. also یعنی همچنین right هم به عنوان سینونیم میتونیم در نظر بگیریم و 2 plus 2 equals 5 is wrong یعنی 2 به اضافه 2 5 نمیشه و غلطه، اشتباهه. لغت بعدی mistake به معنی اشتباه. If something is a mistake اگر یه چیزی mistake باشه it's wrong غلط هم هست به تبع اون. For example برای مثال English اینجا English با I نیست باید با E می نوشت و مترادف یا سینونیمش error هستش. error. یه نکته اینجا هست این که یه اصطلاحی رو باید یاد بگیریم. make a mistake یعنی اشتباه کردن. مثالش هم میشه چی؟ We all make mistakes یعنی همه ما اشتباه میکنیم. یه نکته‌ای که از دو تا کلمه قبلی جا افتاد اینه که یه دونه مترادف برای کلمه wrong میخوایم بخونیم. wrong میشه incorrect به معنی همون اشتباه هستش. لغت بعدی که میخوایم بخونیم
دوباره لغت تکراری در ظاهر هستش، منتها نقشش فرق میکنه. ما این لغت رو 2 تا قبلتر خونده بودیم، منتها اینجا نقش فعل داره. توی 2 تا کلمه قبلی نقش صفت رو داشت، adjective بود و تلفظش هم همون شکله، correct. معنیش رو بخونیم با هم. گفته make something right یا tell somebody what mistakes they are making. یعنی که یه چیزی رو اصلاح کنیم یا بگیم چه اشتباهی هستش، یعنی اصلاح کردن، درست کردن. For example, English اینجا با I نوشته، غلط هستش، it's wrong، و English با E که right هستش، درست هستش. اینجا tell somebody هم یعنی tell به معنی گفتن هستش، یعنی به کسی گفتن. خب بریم سراغ جفت لغت بعدی، true و false. true false به معنی درست و غلط یا صحیح و غلط هستش که معمولاً به شکل T و F بزرگ می نویسنشون. مثالش رو بخونیم. Paris is in France، یعنی شهر پاریس داخل کشور فرانسه است. That's true، درسته. و Paris is in Italy، that's false. و پاریس داخل کشور ایتالیا نیستش و غلطه. جفت لغت بعدی the same and different. the same یعنی یکسان، شبیه به هم، و different هم یعنی متفاوت، که این 2 تا کلمه هم با هم متضاد هستن. مثالش رو بخونیم. small and little are the same، یعنی کلمه small و little با هم یکسانن، معنی یکسانی دارن، مترادف همن. و small and big are different، و 2 تا کلمه small و big، کوچیک و بزرگ، با هم متفاوت هستن یا متضادن. لغت بعدی match something. این match انقدر دیگه توی فرهنگ ما اومده و توی زبان داریم استفاده میکنیم که معنیش رو همه بلدیم. match به معنی وصل کردن هستش، حرف اضافهش هم with هستش. پس match something with something، خب یعنی وصل کردن چیزی حالا به یه چیز دیگه. For example, match 1 2 3 with A to C، یعنی 1 تا 3 رو به A تا C وصل کنیم. خب اولش I come from Japan، یعنی من اهل ژاپنم، از ژاپن میام. I speak a little English، من یه خورده انگلیسی حرف میزنم. و مورد آخر I'm married، یعنی متأهلم. لغت بعدی بریم پایین تر. لغت بعدی missing در حالت کلی به معنی گم شده هستش، ولی اینجا توی کتاب یا راجع به سوالات بخوایم بخونیم یعنی جا افتاده. If something is missing it is not there، یعنی اگر یه چیزی جا افتاده باشه اونجا نیست. For example, he comes Tokyo، the word from is missing، یعنی کلمه from جا افتاده، میس شده. He comes from Tokyo، یعنی اهل توکیو هستش، از توکیو میاد. لغت بعدی cover یعنی پوشوندن. Put one thing over another thing، یعنی یه چیزی رو بذاریم روی چیز دیگه، بپوشونیمش. لغت بعدی test somebody or yourself. حالا ما میتونیم یا یه کسی یا یه شخصی رو تست کنیم یا اینکه خودمون رو تست کنیم. For example, if you test yourself، اگر خودتون رو تست کنید یعنی از خودتون امتحان بگیرید یا خودتون رو امتحان کنید. You ask yourself questions to find what you know and understand. خب ask یعنی پرسیدن. میگه اگه خودتون رو تست کنید، از خودتون امتحان بگیرید، یعنی از خودتون سوال میپرسید. To find، بچه اینجا find معنی understand میده که متوجه بشید چه چیزایی رو. know یعنی میدونیم and understand، چه چیزایی رو میدونیم و میفهمیم یا فهمیدیم. For example, when I test myself on English verbs، وقتی که خودم رو در مورد فعلای انگلیسی تست میکنم، از خودم امتحان میگیرم. I look at the verb، به فعل نگاه میکنم. Then یعنی بعد از اون سپس. Say the meaning، say یعنی گفتن، meaning هم به معنی هستش. In my language، و بعدش معنیشو به زبون خودم میگم. این test myself on English حرف اضافهش on هستش بچه. I test myself on English، I test myself on math، یعنی خودم رو توی ریاضی یا
انگلیسی تست میکنم. پس حرف اضافهش آن هستش. یه نکته ای از different الان یاد آمد که جا افتاده، این لغتی که این بالاتر خونده بودیم. different هم حرف اضافه مرسوم و رایجش from هستش. مثالش رو من این گوشه براتون بنویسم. مثلا this house is different. This house is different from your last one. یعنی این خونت با خونه قبلیت فرق میکنه، متفاوته. معمولا حرف اضافهش رو به غلط of میگن که حرف اضافه درستش from هستش. برگردیم به مبحثی که داشتیم میخونیم. کلمه بعدی table. معمولا این کلمه رو به معنی میز میدونید، ولی اینجا معنی جدول میده، یعنی معنی جدول هم داره. For example, this is a table. این یه جدوله. حالا این جدول ما توی کلمه بعدی اومده گفته column. این انش میوته، یعنی نمیخونیمش. column به معنی ستون هستش که از این بخش اگه نگاه کنیم به جدول میشه column. پس column نمیخونیم، column مینویسیمش انو ولی نمیخونیمش. و از این جهت هم میتونیم بگیم row داریم، یعنی ردیف داریم، سطر داریم. پس از این ور شد سطر که میشه row و column که میشه ستون. از نظر جهتی مخالف همه. پس مورد بعدی the table above has got 2 columns, one for questions and one for answers. خب table above به معنی بالا هستش که متضادش میشه below، یعنی زیر، یعنی پایین. اگر این جدول این پایین بود میگفتیم the table below. has got یعنی داره 2 تا ستون. حالا سوال این داخلش چیه؟ What does awful mean؟ معنی awful چیه؟ حالا یا میگیم I don't know یعنی نمیتونیم، یا میگیم it means terrible یعنی خیلی بد، وحشتناک. لغت بعدی put something in order. این put something in order رو خیلی داشتیم. به چه معنی حالا هستش؟ یعنی چیزی رو به ترتیب قرار دادن. مثالش هم اینجاست. Put these words in order to make a sentence. یعنی این کلمات به هم ریخته رو به ترتیب بنویسید تا یه جمله بسازید. اینجا تعریفش رو به انگلیسی هم برامون نوشته. Put things in the right place or position. بچه ها position نداریم، تلفظش به این شکله. It's position. خب یعنی چیزا رو توی جای درستشون یا توی پوزیشن درستشون قرار بدیم. این پارت تموم شد، بریم سراغ پارت بعدی. یه پارت دیگه باقی مونده هنوز. بیایم پایین تر. خب تاپیکمون این هستش. Short forms and symbols. Short forms یعنی فرمای کوتاه شده، فرمای مخفف. و symbols هم همون سمبل های خودمون توی فارسیه، یعنی نشانه ها. مثالش رو بخونیم. گفته TV is a short form of television. پس TV کوتاه شده تلویزیون هستش. A symbol is a sign or picture with a special meaning. پس یه سمبل یا یه ساین یا یه نشونه است، یه تصویر با یه معنی خاص. Special meaning. For example برای مثال این مساوی is a symbol that means equals or is the same as. برای مثال 2 plus 2 equals 4. پس این علامت معنیش مساویه که 2 به اضافه 2 مساوی با 4 هستش، یعنی این نشونشه که برابر است با یا مساویه با. حالا این شورت فرمایی که گفت چند تا مثال ببینیم. اول بریم سراغ این دوتای پایینی something و somebody. این دوتا فرم کوتاه شده something یعنی یه چیزی یا چیزی یا somebody یعنی کسی که شورت فرم somebody و someone هستش. مورد بعدی INF هستش. means informal. informal یعنی غیر رسمی، دوستانه. If a word is informal, you use it when you are speaking to friends or people you know well. چی گفته اینجا؟ گفته if اگر یک کلمه informal باشه
ما ازش استفاده میکنیم وقتی که داریم با دوستا یا اشخاصی که خیلی خوب میشناسیمشون استفادهشون میکنیم و اینجا know بالاتر گفتیم معنی دونستن میده، اینجا معنی شناختن هم میده. But not in serious writing or important letters. پس چی شد؟ توی صحبت با کسایی که میشناسیم یا دوستامون استفاده میکنیم، نه توی رایتینگ های خیلی جدی و رسمی و نامه های خیلی مهم. اپوزیتش هم فرمال هستش، یعنی رسمی. مثال سادهش چیه؟ مثلا کلمه hello و hi یا مثلا hey. hello رسمی هستش، فرمال، و hi و hey اینفورمال هستن. لغت بعدی etc. که مخفف کلمه etc. هستش. etc. سینونیمش هم بخوایم بگیم میشه so on. یه دونه سینونیم دیگه هم داریم براش که این شکلی می نویسیمش so forth. پس تلفظش هم این شکلیه etc. so on و so forth. این از این که به معنی و غیر است. You use etc. dot at the end of a list to show there are more things. ما از etc. dot استفاده میکنیم کجا؟ at the end of a list آخر یه لیست to show که نشون بدیم آیتمای بیشتری هم هستش، یعنی موارد بیشتری داریم. But you don't want to say them all یا but you don't want to say them all، یعنی اینکه نمیخوایم همشون رو بگیم. برای مثال we bought apples, oranges, bananas, etc. غلطی که بچه ها معمولا دارن اینجا یه دونه and هم به این etc. اضافه میکنن، یعنی میگن we bought apples, oranges, bananas and etc. این and رو نباید بگیم، خود etc. همون معنی و غیره رو داره و مترادفش هم که گفتن we can say etc. or and so on and so forth. خب مورد بعدی سینونیم SYN شورت فرم سینونیم هستش که ما اینجا داریمش که معنیش میشه a word that means the same as another، یعنی کلمه ای که معنی یکسانی داره. مثلا small و little سینونیم هستن، به تلفظش دقت کنید، سینونیم نیست سینونیم. و OPP رو داریم که به معنی opposite یعنی شورت فرم opposite هستش و مثالش هم big is the opposite of small و کلمه big یعنی بزرگ متضاد small هستش به معنی متضاد، یا به عبارتی میتونیم بگیم ناهم معنی، همون متضاد بهتره. و مورد آخر E.G. هستش. E.G. مخفف شده exempli Gracia هستش که اصلا مهم نیست فرمش هم بلد باشید یا بلد نباشید، من این گوشه براتون می نویسم که فقط بدونید. این به این شکل می نویسیمش exempli پارت اولش هستش که باید بخونیم و پارت بعدیش هم اصلا کلن تلفظش به قیافش نمیخونه. پس for example یا E.G. کوتاه شده exempli Gracia هستش که اینجا گفته short form for example هستش که ما می نویسیم مثلا fruit میوه یا میوه ها for example apples and bananas یعنی سیب و موز هستش. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم، براتون آرزوی موفقیت میکنم. ویدیو رو مجددا چند بار ببینید و بعد حتما سراغ ترمیناش برید که داخل صفحه 15 کتاب هستش. هر سوالی موردی هم بود میتونید کامنت کنید که ما بتونیم بیشتر کمکتون کنیم. وقت خوبی داشته باشید.